محبی هم نیست. کاشی انقدر حواستون به حساب کتاب خودتون بود، حواستون به حساب کتاب ما هم بود. چرا این چکتون رو پاس نمی‌کنید؟ خانم رضا چیزی شده؟ تو چی میگی دیگه؟ آقا چه خبرته؟ صداتو انداختی رو سرت. انداختم که انداختن. چرا حساب آقا عبداللهی رو نمیدید شما؟ آهان فهمیدم از طرف کی. ببین اون خیلی وقت پولشو گرفته. الکی وقتتو اینجا تلف نکن. من نمیدونم تا 2 ساعت دیگه این چکه پاس شد نشد اینجا رو سرتون خراب میکنم. آقای محترم چی شده صداتو انداختی رو سرت؟ چی شده؟ چکه بی محل کشیدن بریش خورده. یه لحظه شما من تشریف بیار مشکل حل کنیم. خانم شما کاراتون دست من دا. یه لحظه تشریف بیار. داداش شما اول نفر نیست که اومدی اینجا. اون کسی که شما رو فرستاده اینجا دنبال اخاذی این خانوماست. این خانوما نذاشتن ازشون سوء استفاده کنه. این آقا هم دور لج افتاده شما رو فرستاده اینا رو مورد آزار و اذیت قرار بدی. این خانوما رو من 2 ساله میشناسم. خانواده خوبیه. درسته من کارم شرخری و پول خورد کردنه ولی بی‌ناموسی تو ذاتم نیست. زندگی